کسان هم بودند و هنوز بسیارند که نقش فرهنگی ایرانی تاجیکان را در فرهنگ‌های خلق گرد و اطراف نادیده می‌گیرند، اعتراف کردن نمی‌خواهند یا از اعتراف آن عار می‌کنند و یا حتی یک تأثیر منفی به قلم می‌آورند. از جمله هایی که فکرشان آلوده زهر پنتورکیسم است در این راه خیلی کجروی دارند. آن فرهنگ های عالی را که تاجیکان به وجود آوردند و بعد با ترک ها با هم دیدند، مثلا آثار معماری بخارا و سمرقند که اجدادان تاجیکان ساختند و ترک ها قسما خراب کردند، بزرگمنشین های پنتورکیست امروز مال ترکان میدانند و با آن فرهنگ حق داشتن تاجیکان را انکار میکنند. معنویات مردم تاجیک چنین نیروی بزرگ داشت و هنوزم دارد. این را امروز ما تاجیکان باید بدانیم و کار بکنیم که این نیروی بزرگ از دست ما نرود. چون از فرهنگ مشترک بین تاجیک و ازبک سخن میرانیم، باید هر دفعه مشخص از نظر گذرانیم که فرهنگ ایرانی تباران در ماورالنهر در کدام موردها و تا چه درجه فرهنگ مشترک است و در کدام موردها هنوز فرهنگ مشترک نیست. ضرورتی بررسی مشخص این مسئله ها از آنجا سر زده است که به هر حال حدود قلمرو فرهنگی ملی را معین کردن در کار است و با وجود آمدن فرهنگ مشترک چنین معنا ندارد که میان فرهنگ های ملی دیگر سرحد نماند و ویژگی آنها از بین رفت. نه، هم نزدیکی فرهنگ های ملی باعث محرومی از چهره خاص نخواهد گردید و هر یک خلق باید ویژگی های خاصی فرهنگ و معنویات خود، راه های رشد و تحول، اینچنین حدود تاریخی و امروزی آن را بداند. در زمان ما در این خصوص تلقینات خلاف واقعیت بسیار به نظر می رسد. از جمله تلقین می شود که آن آثار فرهنگی که در طول عصرها در قلمرو امروزه ازبکستان کنونی به وجود آمده است، گویا همه میراث فرهنگی ملت ازبک است و به او تعلق دارد. تصرف سیاسی را زمینه دستاندازی های دیگر از جمله غصب فرهنگ می دانند. گویا هر جا ترک حکمران باشد، کشور با همه دایرایی های مادی و معنوی مال اوست. این تلقینات از نظر اصطلاحگران می آید که خود را نه تنها صاحب مال و ملک بلکه اینچنین یگانه صاحب محصول فعالیت فکری مطیعان خود به شمار می آورد. از اینجاست که اوستا و آثار معماری بخارا و سمرقند را یک جزو میراث فرهنگی ازبک شمردند. ابن سینا، بهاءالدین نقشبندی و مانند اینها ستارگان آسمان ترک نامیدند، به آن سبب که در سده 15 میلاد در هرات حسین بایقرا حکمران بود و علیشیر نوایی وزیر بود. همه ادبیات هنر آن وقته خراسان را به خلق ازبک نسبت دادند و هاکسا. دعواگران بزرگمنشین ترک در این موردها حتی قانونیت های انکشاف تاریخ و بعض حقیقت های علمی را دلیل می آورند. آنها از جمله آن حقیقت را دلیل و دعوا می حسابند که خلق های تحلیل شده یعنی اسیمیلیت شده قاعدتاً به اتناس هایی که به جای آنها آمدند نه تنها میراث تاریخی و فرهنگی خود بلکه میراث بیوگنتیکی خود را نیز می دهند، یعنی اتناسی که غالب آمد و اتناس دیگر را هم گون خود و تحلیل کرد و خصوصیت های طبیعی مثلا قیافه های ظاهری هم ارزش های فرهنگی خلق تحلیل شده و نصف شده را به میراث میگیرد. البته در این حقیقت شک نیست، لیکن به این حقیقت هم نیز نباید شک کرد که ملت تاجیک تحلیل نگردیده و نصف نشده است. تاجیکان در ماورالنهر تنها قسما گرفتار اسیمیلیت آمدند، فقط یک قسم آنها منسوبیت ملی خود را دیگر کرده ازبک شدند، اما قسم اساسی آنها به صفت ملت هنوز در مقام تاریخی خود استوار ایستاده است. از این رو کسی حق ندارد که آن همه ارزش های فرهنگی را که اجدادان تاجیکان آفریدند به میراث بگیرد. میراث را از مرده ها میگیرند. آنها که زنده‌اند خود صاحب کامل حقوق دایره های معنوی خودند. به غاصبان غالب لازم می آید که اینجا که پیروزی یافتند اساساً به غنیمت های مادی قناعت کنند. اتناسی که قسما تحلیل شده است میراث فرهنگی از دست نمی دهد بلکه به قدر آن بیشتر می رسد، آن را بیشتر احیا می کند، بیشتر افزایش می دهد. پیروزی یا شکست در جنگ ها ابتدا در ذهن مردم رخ داد. هرگز ذهناً شکست نخورید.